رسول خدا صلی الله علیه وسلم در این حدیث فرمودند که شخصی که روزه بگیرد ماه شریف رمضان را از روی ایمانداریش به اخلاص و از روی ثواب مغفرت کرده می شود ما تقدم ذنب او را، گناهان ما تقدم گذشته و آینده او را خداوند جل جلاله مغفرت می گرداند. که این همه در فضیلت روزه هست و فضیلت روزدار است. بوی دهن روزدار در نزد پروردگار محبوب تر است، دوست داشته تر است از بوی مشک. مشک هر چقدر بوی خوش دارد، بوی دهن روزدار در نزد پروردگار همین قدر خوشبوتر است. البته که روزدار در مذهب شافعی بعضی دیگرها مسواکش مکروه گفتن، اما ابو حنیفه امام اعظم رحمت الله علیه گفته است که خیر الخصال الصائم المسواک. حدیث پیغمبر میگه که بهترین خصلت روزدار مسواک است. این روزدار هر چقدر که مسواک کنه در ماه شریف رمضان هم اون خوب است که بوی دهان او را میبرد.